دختر بالغ با هیچ چیزی که حال شوهرش رو خوب میکنه لجبازی نمیکنه. یه دختر بالغ وقتی شوهرش میخواد پلی‌استیشن بازی کنه گر نمیزنه، میره خودش هم میشینه بغلش باش بازی میکنه. یه دختر بالغ وقتی ازدواج میکنه واسه همسرش رفیقه. اگه ازدواج کردی شریک زندگیتون رفیقتونه، هر جوری که دوست داره باید زندگی کنه، نه اینکه شما مانع زندگی کردنش بشی. من از اول زندگی تنها با شوهرم کاری نداشتم که میخواست یه کاری انجام بده به خاطر دل خودش، بلکه همیشه همراهیش کردم. من از روزی که اومدم تو زندگی شوهر من هم ماشین باز بوده، هم پلی‌استیشن دوست داشته، هم با آکواریوم حال میکرده، دوست داشته تو خونه اصلا 10 تا آکواریوم داشته باشه. چرا نباید اجازه بدم؟ شوهر من میبینه من این منطقو دارم، اونم هیچ وقت اذیتم نمیکنه، هیچ وقت خونه رو کثیف نمیکنه، همیشه در تمیزترین حالت ممکن خونه رو بهم تحویل میده. وقتی داره سیفون میزنه یه کوچولو منطق داشته باشیم، یه کوچولو بالغ باشیم، هیچ وقت دیگه با شوهرامون دعوا نداریم، هیچ وقت کار به جدایی نمیکشه. حرفای بقیه رو مثلا گوش نکنید، این میگه اون کارو نکن، اون میگه این کارو نکن. هر جوری که دلت میخواد واسه دل خودت زندگی. این دنیا به هیچ کی وفا نکرد.